حالت سوم، اگر بین دو نقطه A و B تعداد مولدها از یکی بیشتر بود، مثل اینجا، و یک مشکلی از قسمت پایین هم وقت نگاه میکنیم درسته یک مولد داریم و خب یک مقاومت دومی، یک مقاومت چهارمی، اینا رو الان میتونم به اصطلاح به مقاومت درونی اضافه کنم، از قسمت پایین اختلاف تانسیل حساب کنم و حال یک مولد میتونیم از V مساوی با اپسیلون به علاوه منفی آی آر برم استفاده کنم. ولی مشکل من اینه که مثلا اینجا اپسیلون 3 رو نداده، پس شاخه پایینی عملا به درد شما نخواهد خورد. شما مجبورین همین شاخه بالایی رو برین به اصطلاح استفاده کنین و اینجا دیگه نمیتونین از راه همون V مساوی با اپسیلون به علاوه منفی آی آر سال قبلی استفاده کنین. تعداد مولداتون 2 تا هست. خب در اینجا مثلا در این شکل من جریانم دادم 2 آمپر، چون به حال اینجا اپسیلون 3 رو مشغول بوده، شما نمیتونستین حساب کنیم، جریان رو فرضاً بهتون داده. خب اینجا بگه اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B رو برین حساب کنین. خیلی از مواقع وقتی میگه اختلاف پتانسیل رو به دست بیار، اختلاف A و B، مینویسه که آقا V B منهای V A دار از یک نقطه فرق نمیکنه، چه از نقطه A به سمت B برین، چه از B به سمت A حرکت کنین در مدار، از یک نقطه مدار از نقطه یا A و B، و سعی کنین در جهت جریان حرکت کنین. شروع کنین به حرکت کردن تا برسیم به نقطه دوم. در حینی که دارین در مدار حرکت میکنین از یک جزءهایی عبور میکنین، یا از مقاومت ها عبور میکنین کوچک بزرگ، یا از مولدها، چیز دیگه در مدار نیست. جهت جریان هم که خودش داده، ببین 2 آمپر هم داده، پس این مسیر حرکتتون که از B شروع میکنم و سعی میکنم به A. سعی کنین که در جهت جریان حرکت کنین. خب نقطه شروعتون رو یادداشت کنین، میگیم V B، میگیم آقا این نقطه ولتی برای خودشه، V شو مینویسیم. خب حالا در این حرکت اولین عضوی که من رسیدم مقاومت کوچیکه. وقتی از مقاومت رد میشیم در جهت جریان، ولت ما کم میشه. مثلا اینجا اگر 10 ولت باشه، اینجا وقتی که برسی اینجا یک مقداری از ولتت کم میشه. اینو با منفی آی آر، اون مقاومت هم هر چی از شمارش رو بذاریم، پس این یک مقدار از ولت من رو کم میکنه. اون کاهش ولت از قانون اوم آی آره. خب عضو بعدی که بچه‌ها میرسیم یک مولده. مولد بچه‌ها میتونه به ما ولت بده، میتونه کم کنه از ما. خب این وقتی که ازش رد میشیم، اگر از مولد رد میشیم، ببینیم میافتیم توی چه قطبی. اگه من اینجا الان رد میشم افتادم تو قطب مثبت، پس این مثبت میشه اپسیلونش. اپسیلون 2 به من 4 ولت اضافه میکنه. پس اگر از مولد رد شدیم افتادیم تو قطب مثبت، اپسیلونشو مثبت بگیرید، یعنی به شما ولت میده. بریم عضو بعدی. باز از شما به اندازه آی آر 1 ولت این کم میکنه. پس مقاومت ها یادتون باشه وقتی که از مقاومت کوچیک بزرگ رد شدیم در جهت جریان، البته یادتون باشه ما در جهت جریان داریم صحبت میکنیم، همیشه به اندازه آی آر که یک منفی پشتش میدیم از ولت ما کم میکنه. خب میریم عضو بعدی. مولد. باز وقتی که رد میشین میفتین تو قطب مثبت، پس اینم به شما ولت میده، اپسیلون 1. حالا میرسیم به مقاومت بزرگ، باز این کاهش داریم، منفی آی آر 1. حالا رسیدیم به نقطه A. همه اینا رو مساوی با نقطه A قرار میدیم. حالا اینا رو میام عدد گذاری میکنیم و به این طریق میتونیم اختلاف تانسیل بین دو نقطه رو حساب کنیم. خب جریان مدار رو داریم، 2 آمپر داده، پس من یه دفعه رابطه رو تکرار میکنم، میگم وی بی منهای 2 ضرب در 1 به علاوه 4، این اپسیلون 2 منهای باز 2 ضرب در 1 مال این مقاومت به علاوه 2 ولت منهای، خب جریان مدارمون 2 در 2 میشه 4، میشه وی ای. خب اینا همه رو با هم دیگه جمع که بکنیم و میتونیم مثلا این عبارت به اصطلاح اینو میتونیم با این حذف کنیم، یک منفی 2 منفی 2 4، 2 تا کم میشه 2 ولت. پس من میتونم بگم وی بی بعد منهای 2 میشه وی ای. حالا دوست دارین چون از شما وی به منهای وی ای خواسته درستش بکنیم، میتونیم کاری که انجام بدیم، اینجا دیده نمیشه تو تصویر، پس اینجوری شد، چون تو تصویر دیده نشد یه تکرار کنم. وی به رو نوشتم، یک منفی 2 دارم اینجا، البته این منفی اینم با این بزنیم بهتره، میشه منهای 2
مساوی با VA. حالا چون باید این عبارت رو درست بکنم، VB رو نگه داریم، VA رو بیاریم این سم، 2 رو ببریم اون سم، VB منهای VA میشه مثبت 2 ولت. این میشه اختلاف تانسیل بین دو نقطه. پس این زمانی است که شما بین دو نقطه از مدارتون تعداد مولدهاتون از یکی بیشتره. پس سه حالت شد. اگر بین دو نقطه مقاومت داریم از قانون اوم آی آر بریم. اگر یک مولد داریم با چند تا مقاومت از اپسیلون مثبت منفی آی آر بریم. و اگر تعداد مولداتون بیشتره مجبورین که به حال به این شکلی که توضیح دادم اختلاف تانسیل بین دو نقطه رو حساب کنید.